вазир доштааст, ҳамин ҳар гапе мешидааст, мегуфтааст худо ва шукр, худо айбат накунад. Як вақт шикор мераванд, дар шикор асир меғалтанд, пленда меғалтанд. Баи мега бача ин чӣ хел шид, плен ғалтидем, ин лашкари мо гуҷо шуда бошад. Баи мега худо ва шукр, худо айбат накунад. میارن با درجه میزننشو که پوستای بدنشو میداره. بچه میگه من در عمری سرم سویش بالو خانه دیده بودم هیچ چی گم شید. خدا و شکر خدا عباد نکنه. من میارنشو او خونه سوخته سرداری همو روزانو بگیم امر میکنه میگه که کلاوشو بریده شوه. بعد میگرده سینه وزیر شده با خانه نگاه میکنه که میگه خدا و شکر خدا عباد نکنه. کی میکفاده اونو شکری چوا عیبادش چیه پلنده غلطی دی مردنی ور زدن مو آوردن کلوهامونا میبرن عیده بعدش چیه که همین وقت همون سرداری روزانو میگه که اتستاوید حکمه بیکار میکنه پسدید نکل یورا با طریق اونمو درختان اوکشا تز میکنن دابوله هم میشنونن اما اسیره کلی نیست همون درخت اویسته هم ای خفو میدروه اخیر ای دهن میبروه اخیر بعد وزیر میگرده و میگه ای بدش نمی دیدی یک ای بد شد یعنی بنده همیشه باید شکرگزار باشه نیکه فرمولیروف کرده نگی خدا ای بد نکنه نگی خدا را شکر با تمام امتحانات با تمام مقصد همین تقدیراتی که بلوی سرم میآید که طریقه سنتی خوب بهترین خوب چی است؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با پهلوی راست خوب میکرد. آنمی بهترین طریقش آنمی پهلوی راست خطی خوب کردن پهلوی راست. اینا مثال حالت ضرورت اگر پهلوی راست یگان درد داشته باشه یگان ایله داشته باشه با تخته پشتم خوب کنی ان شاء الله رخصت هست. حالت ضرورت حتی با دست چپ هم اگر خوب کنی رخصت هست. حالت ضرورت همین چیزی که پیغمبر نهی کرده است همین بشکم خوب کردن بشکم خوب کردن حضرت سخت نهی کرده یکی همین تا بشکم خوب نکنه اصلا بشکم خوب کردن عادت مردم فاسق فاجره است. بعدا همین ارگانیسم دم زور میآید که همین طعام خورده باشی بشکم پرتوام خزورت میآید که خوردگی در دهنت میزنه میبروید. اما هم طریقه بهترین سنتش براس خوب کردن است. اگر هم پهلوی راست قطعی خوب کنی بعدا در پروسس خوب گجوی بگردی ان شاء الله دیگهش بخیر است. خوب که کردید گرد همه عزیمت ساقط میشود. اما خوبی تو طریق سنتی حساب میخوره. خب کلمه سریع را پرسیدم بابای حاجی کنیزک سریع میگن. یعنی هم عادتا کنیزکو زنای میشیدن که در هنگام جنگ در اسارت میغلطیدن اسارا همو را میگرفتن آیسته کنیزکی میکردن بعد میوردن در بازار میفروختن کاخی کنیز زن نمیشود. مثال امکان داره که یک کس کنیز یک کسی دیگر را نکاح کنه اما خواهنه و رخصت اختیارش همش در ذمه خوجایی و زنک است. مالک یا زنک اگر رضا بده امکان داره که یک کس نکاح کنه بگیره اما نکاح همو کنیز با خودی مقصد سعیدش ممکن نیست. برای که وقتی که مالک شای خرید از گرفته است نکاح یعنی چی؟ نکاح براشتی کانترکت چه خیلی قطعی مالی خودت کانترکت میبندی اینا یک گواه بزرگ بخری قطعش کانترکت میبندی که من اینا قشیر تا خودم میگیرم ای خشک و سالات هم میتونم همون اون دوره غلامداری داشت غلام کنیزک اصلا حقوق نداشتن آخی هیچی اون مالی همون خوجایی نشی صبح میخور برای همین نکاحی بین سعید با کنیزی خودش رخصت نبود. لیکن اگر سعید میخواست امکان داشت که کنیزش شوهر بده حتی امکان داشت که کنیز شوهری آزاد بگیره یکون کسی دیگر هم بگیره اما خودش سعید خودی نکاحش درست نیست. خب همین قول زیاد است که مقصد از خاک از آب نه همین قولی که راجح‌تر است همین است که میگه که خداوند حیوانایی را که در آب تولد میشوند از آب خلق میکردگی در آب تولد شده در آب حیوانایی را که تولد شده در خشکی ای خاک خلق کردگی. اما گپ در سر این است که هر ذاتی را وقتی خدای تعالی خلق میکنه اما پیروی نیست شب بگیم در کنم چیزی اول شد نسخه اول شد البته در او خاک توکا نیست مقصد آب هم هستن
همون 4 عنصر هستن 4 عنصر که همین دنیا را خدای تعالی با همین 4 عنصر خلق کرده. در آیات‌های قرآن وقتی می‌بینیم الله ذوالجلال میگه که الله الذی خلق کل شیء من الماء، اللهی که تمام اشیا را از آب خلق کرده است. اگر اصل بگیری حتی آسمان هم از حباب آب خلق شدگی است، از حباب آب. اما در اینجا اکثری مفسران میگن که غرض از همین آبی که ذکر شده است یعنی همین نطفه آب منی. تمام حیوانات مقصد نرش ماده‌اش قطعی باید معامله کنه و همون آب منی خارج شود کو. آب گفته غرض همون را در نظر دارن. اما در همون زمین در تفسیرها میگن که همین قول راجحش همه که خدای تعالی هر حیوانی را که تولدش در آب ای آب خلق کرد، هر حیوانی را که تولدش در خاک ای خاک خلق کرده. زیرا با همین خاک میشوند. خدای تعالی فردا روز قیامت همه یو را حشر میکنه، زنده میکنه و تا اینکه قصاص کرده شوند. آنم حیوانات هم میپرسند که همین قطعی چه معامله و مناسبت داشت صاحب بود. بعدا وقتی که همه گواهی داد خلاص شد و به امر پروردگار همش به خاک مبدل میشوند. اما اویی که آبیان همو آب میشوند و دیگه او از آب هست. خدا حفظتان کنه. مولا جان در حالت جنابت پوشیدن ماشاءالله در سوال کردم. حتی در یک حدیث دیدم حضرت عمر سوالش میکنه یا رسول الله ایاکل احدنا او یشرب و هو جنوب، آیا در حالت جنابت یک نفر ما حق خوردن یا آشامیدن داره؟ حضرت گفت نعم اذا توضأ، بله گفت وقتی که طهارت کنه. همین وضو بگیری اگر طهارت دست رو وای کو، اگر همین کردی به یگون کراهیت خوردن و آشامیدن برات رخصت هست. میگه اگر وضو نداشته باشی مکروه است، خوردن مکروه است. انا ذکر زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه با ذکر تر بود، هرگز از ذکر نایستاده بود حضرت. در وقت جنابت آیه قرآن خوندن ممکن است، اما ذکرها درست است. لا اله الا الله سبحان الله و الحمدلله، این ذکر رخصت است. حتی میگن یا جو یک ملورا در کتاب فقهی اومده است، شب میویان هم بیچاره کار در غیلوفایی که میویان در میزنن که ابا چه بده که همسایت در سکرات است. اومد میسو سراسیما او دیگه وقتی اسپید نمیکنه که یک جایی غسل کرده میتونه، وقتی که آب هسته تیمم هم درست نمیشه واقعی. یعنی میویا میگه و حق قرآن خوندن نداره بالای اون مایده، اما کلمه شهادت رو تلقین کردنش میگیره. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، همین رو تلقین کردن میگیره اون مایده. ماشاءالله ماشاءالله چه خوب. مولا جان داد همین کلام سرود بعد کمتر بوده دارن کمی دروغ گفتن میگن رفتم تایید کردم اما میگم که دروغ گفته گوش کنی خب کنی یا که یگون چی بونه که پیشش بره. اگر علاج امکانش باشه بفهمونش که جورا دروغ نگو. اگر دکازات کرده بتونی چه دکازاتش میکنی؟ برای همین عمرتا ضایع نکرده پیش دروغ گفتن گناه کبیره است. آدمی که دروغ مرتکب گناه کبیره اگر به ضرورت دروغ بگه قطعا همون دروغ صحبت کردن خودش مکروه است. گومش که هم تری را برای پشتی کارو بشه. Разражен 12 0,8 можно, да?